26 ایون سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن با استفاده دادن زیرسازگاه برقی 110 35 10 کیلوولتای جنگل و طریق مجازی افتتاح کردن 4 نیروگاه برقی آبی خرد آغاز یافت. ساختمان زیرسازگاه در ناحیه روشن در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از سال 2024 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده در مدت کوتاه به آخر رسیده است. طبق اطلاع مسئولین زیرسازگاه برقی 110 35 10 کیلوولت در ناحیه روشن برای انتقال 8 مگاوات نیروی برق به ناحیه‌های روشن، ونج و درواز پیش بینی شده است. زیرسازگاه در مساحت 6300 متر مربع بنیاد گردیده، دو خط وارداتی 110 کیلوولت، 4 خط برآمد 35 کیلوولت و 4 خط برآمد 10 کیلوولت دارد. زیرسازگاه به طور فاصله‌ای از شهر خوروغ اداره کرده می شود. این انشاءات مهم در ناحیه روشن برای تامین اهالی و کارخانه‌های صنعتی با نیروی برق، تشکیل جای‌های نوی کاری و بلند برداشتن اقتدار انرژتیکی کشور ساخته شده است. زیرسازگاه مذکور برای کاهش دادن تلفات قوه برق در بین شهر خوروغ و ناحیه ونج به مقدار 2.5 مگاوات پیش بینی شده است و برای با بهتر نمودن با اعتمادی شبکه برای ساکنان ناحیه روشن، ناحیه ونج و ناحیه درواز پیش بینی شده است. زیرسازگاه‌های نوی با تجهیزات و تکنولوژی معاصر مجهز امکان می‌دهند که تلفات نیروی برق در وقت سرباری شبکه‌های برقی به مقدار 2.5 مگاوات برقرار گردیده، انتقال با اعتماد نیروی برق به منطقه‌های دارای طلبات افزاینده در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان تأمین کرده شود. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به طور مجازی 4 نیروگاه آبی خرد را مورد استفاده قرار دادند. نیروگاه‌های نوی اقتدارشان خرد در دهه‌های اجیرخ، راومید و میدینچینی ناحیه روشن و یوگیدی ناحیه درواز جایگیر بوده. امکان می‌دهند که از این به بعد ساکنان دهه‌های مذکور تمام سال با نیروی برق تامین باشند. اقتدار تولید برق نیروگاه یوگید 276 کیلووات میباشد. این نیروگاه خرد با مبلغ 4 میلیون و 160 هزار سومانی ساخته شده است. نیروی برقی از آن تولید شده 121 خواجگی دهه یوگید ناحیه درواز را با نیروی سبز تامین میکند. 3 نیروگاه دیگر در وادی برتنگ ناحیه روشن جایگیر است. نیروگاه راومید با اقتدار 100 کیلووات 71 خواجگی دهه دوردست راومید را در همه فصل سال با نیروی برق تامین میکند. نیروگاه اولین همین دهه راومید سال 1996 ساخته شده بود، لیکن وای به طلبات زمان تماما جوابگو نبود. ما ساکنان در اینجا فقط می توانستیم از لامپای برقی استفاده بریم و تلویزیون تماشا کنیم و خلاص. حاضر باشد با ساختمان این نیروگاه نو زمانوی که جوابگو به تمام طلبات زمان معاصر است، مشکلات ساکنان دهه راومید پر را برطرف شد. نیروگاه آبی اجیرخ نیز در یکی از دهه‌های دوردست‌ترین ناحیه روشن واقع است. اقتدار نیروگاه 50 کیلووات بوده، برای 30 خواجگی دهه اجیرخ پیش بینی شده است. سالهای پیش ساکنان دهه‌های با تامینات با قوه برق تنقیصی داشتند و امروز کار ساکنان ده خیلی سبک شد. در رفع تجلیل این دیوادش یک تحفه ارزنده است برای ساکنان دهه اجیرخ. همچنین در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی 42 کیلومتر خط انتقال برقی 2 زنجیره 110 ولت آمپر و 35 کیلوولتای وامر وازوان در ناحیه روشن و زیرسازگاه 110 35 کیلوولتای قوزیده در ناحیه اشکاشم رسما آغاز بخشیدند. طبق معلومات انشاءات نوی ساحه انرژتیک در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با تشبث پیشوای ملت و مبلغ گذاری شریکان رشد بنیاد کرده می شوند. با اطلاع مسئولان ساختمان هر دو انشاءات در سال 2026 به انجام خواهد رسید. در نتیجه اقتدار صادراتی برق از تاجیکستان به کشورهای همسایه تا 60 مگاوات افزوده، بهبودی صفتی و اعتمادناکی برق برای 84200 نفر اهالی در ناحیه‌های روشن، ونج و درواز تامین می‌گردد. نام من لیو چو، من نماینده شرکت HNIC تکنولوژی کو LTD می باشم. من می‌خواستم سپاسگزاری خودم را به حکومت جمهوری تاجیکستان و از جمله پیشوای معظم ملت بیان نمایم و باوری دارم که همچون تامینگر محصولات، مساله و تجهیزات الکتریکی ما زیرسازگاه 110 به 35 کیلوولت قوزیده را در وقت معین شده تا آخر سال 2025 ساخته به استفاده میدیم.
سروری دولت محترم ایامالی رحمان به مسئولین برای جلب سرمایه بهر ساختمان نیروگاه سنوباد هم که با اقتدار لایحه‌ای 160 مگاوات در نقشه است دستور و توصیه ها دادند. باید گفت که تطبیق لایحه الکتریفیکاسیای دهات تاجیکستان سال 2021 آغاز گردیده سال 2026 به انجام میرسد. سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان سال از سال رشد یافته. یکی از استراتژی‌های اساسی دولت می باشد که حکومت جمهوری تاجیکستان با اون اولویت اول داده است. لایحه برتامین‌کنی دهات که در اساس آن باقی‌مانده قشلاق‌جاهای بی‌برقی که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند باید با قوای برق تامین کرده شوند. بخصوص در حدود ناحیه روشان در دایره لایحه برق تامین کنی دهات 8 عدد سلسله نیروگاه آبی برقی خرد و 1 عدد نیروگاه آفتابی ساخته شده ایستادند. در مجموع در دایره این لایحه 30 نیروگاه برقی آفتابی، 1 نیروگاه بادی و 13 نیروگاه آبی خرد ساخته می شود. سروری دولت تاجیکستان محترم ایامالی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات را برای دسترسی ساکنان منطقه های دوردست کشور با نیروی برق مفید ارزیابی کرده مسئولان را وظیفه‌دار کردند که با نظرداشت وضع جغرافیایی منطقه که برای ساختمان نیروگاه های خرد آبی مساعد است همه امکانیت ها را مقصدناک استفاده برند.